در سال 2009 دانشمندان قطعی از جمجمه هیتلر را آزمایش کردند و نتیجه نشون داد که متعلق به یک زن 40 ساله است و شواهد مرگ هیتلر که ما به مدت 60 سال اعتماد داشتیم همشون دروغ بودن. در سال 2022 محققای زیردریایی نازی رو در سواحل آرژانتین پیدا کردند که وقتی از اونا خواسته شد در موردش تحقیق کنن عمدن پنهانش کرده بودن و آرژانتین با تحقیقات مخالفت کرد و حتی هنوز هم مخالفت میکنن و به مدت 32 سالی که FBI طولانی‌ترین شکار تاریخ رو مشغول بوده و به دنبال هیتلر بودن. اما تاریخ میگه که هیتلر در 30 آوریل 1945 در پناهگاه خودش درگذشته و سوال اینجاست که چرا FBI داره مردی رو دنبال میکنه که در اصل باید مرده باشه و چرا استالین معتقد شده که هیتلر به آرژانتین فرار کرده. اطلاعات به سختی پیدا میشه چون کسی میخواد که این اطلاعات دفع بشن و هنوز هم دارن انجام میدن، چون پذیرفتن فرار هیتلر یعنی پذیرفتن یه چیزی به مراتب بدتر. شیطانی‌ترین مرد تاریخ نه فقط زنده است بلکه محافظت شده و نه فقط توسط آرژانتین و به ما گفته شده که هیتلر مرده اما اینجوری نیست و دست خیلی هم تو این کاره. مطمئن باشید که نمیخواید این ویدیو رو از دست بدید. سلام، خیلی خوش اومدید. اینجا چنل مستر سکرت و ما امروز در مورد هیتلر صحبت میکنیم. بریم سراغ ویدیو. آوریل 1945 و برلین در خرابه‌های هیتلره و یک قهوه‌ای فرار خودش رو در 28 آوریل 2 روز قبل از مرگ ادعای هیتلر شروع کرد. اون از طریق یه تونل مخفی که اتاق مطالعه هیتلر رو به سیستم متروی برلین وصل می‌کرد فرار کردن. یک نور هوایی موقت ایجاد شد و یک هواپیمای ترابری جانکر جو 52 سوخت شده بود. هواپیما در ساعت 3 صبح بلند شد که هیتلر و ایوا و چند نفر دیگر رو حمل می‌کرد. آب و هوایی بعد اون روز باعث شد که جنگنده‌های شوروی در اون شب زمینگیر بشن و یک فرار تمیز صورت بگیره. اولین توقف دانمارک بود. در پایگاه قدیمی زیپلین گروهی از سربازان مجروح آلمانی در نزدیکی باند برای ملاقات با هیتلر جمع شدند. چندین شاهد گزارش دادن که اون روز پس از سوختگیری در اونجا هیتلر رو مشاهده کردند. اونا برای تعویض هواپیما در فرودگاه بالتیک فرود اومدن و این هواپیما یک هواپیمای دوربرد ویژه از یک واحد نظامی مخفی به اسم ایوا بود که برای ماها مقامات نازی رو به مکانهای امن حمل می‌کرد. اسپانیا محل بعدی بود و اونا بهشون طلاهای نازی رو دادن تا ازشون هواپیما قرض بگیرن و به جزایر قناری سفر کنن. اسپانیا در طول جنگ ادعای بی‌طرفی کرد اما اسناد تازه کشف شده نشون میده که اونا مخفیانه با نازی‌ها همکاری می‌کردن. در جایی به اسم ویلا وینتر فرود اومدن. قلعه‌ای که آلمان با یک هدف ساخته بود، فرار کردن. یک آنتن رادیویی عظیم در اونجا احداث شده بود برای حفظ ارتباط برلین با بونوس آیرس. تأسیسات دارای باندی برای هواپیماهای بزرگ و بندر عمیقی بود که برای زیردریایی‌ها مناسب بود. 3 نفر از گروه سی ولف در ساحل منتظر بودند و اینها زیربناهای جنگی نبودند بلکه برای فرار طراحی شده بودند. هیتلر یک زیردریایی به اسم آیکسی کلاس یو به شماره 518 رو برای حمل و نقل خودش استفاده کرد. باتری‌های این زیردریایی میتونه برای روزهای زیادی کار کنه. در حالت فول شارژ این زیردریایی میتونه از اقیانوس اطلس عبور کنه و دوباره همین مسیر رو به عقب برگرده. اونا به اندازه کافی بزرگ بودن به حدی که برای مسافرت تجهیزات پزشکی و باقی وسایل رو حمل کنن. یک کشتیران حرفه‌ای آمریکایی میگه که این زیردریایی 518 توسط یک کشتی آمریکایی غرق شده، اما لاشه اون زیردریایی هیچ وقت پیدا نشده، نه در اون زمان و نه الان. و ما مختصات دقیق جایی که ظاهرا نابود شده رو میدونیم، اما تا به الان حتی یک قطعه از اون زیردریایی پیدا نشده. یه قایق فولادی 250 فوتی با وزن بیشتر از 200 تن بدون رد ناپدید شده و بعدش پلیس آرژانتین هم چیزی رو گزارش داده که غیر ممکنه. اما واقعا فکر میکنید که اون زیردریایی گم شده بود؟ نه، دقیقاً همون جایی بود که قرار بود باشه. کمیسر پلیس دون لوئیس ماروتی در نوکای آرژانتین گزارش رو میده. افسرای اون یک آلمانی رو در حال علامت دادن به یک کشتی ناشناس دستگیر میکنن. اون تحت بازجویی اعتراف کرد که یک زیردریایی بود که به دنبال یک نقطه فرود امن میگشته. صبح روز بعد مردان ماروتی ردهای لاستیک تازه‌ای رو در ساحل پیدا کردند. 5 افسر اونها رو تعقیب کردند، اما آنها توسط سربازای آلمانی متوقف شدند. زمانی که افسرها به ماروتی گزارش این موضوع رو دادن، ماروتی بهشون دستور داد که چیزی رو که دیدن رو فراموش کنن و نادیده بگیرن. این موضوع برای سالیان سال نادیده گرفته شد. اما در سال 2022 محقق آرژانتینی به اسم آباباستی شواهدی از عملیات آلمانی‌ها که مدت‌ها پس از جنگ رخ داده رو پیدا می‌کنه. اون سوابق نیروهای دریایی رو پیدا کرد و حتی مختصات دقیقی رو پیدا کرد که
شاهدها گفته بودن زیردریایی‌ها از بین رفتن. دولت بودجه‌ای رو برای این کار در نظر گرفت و مشغول به پیدا کردن این زیردریایی شدن و مدتی بعد یک زیردریایی آلمانی اصلاح شده رو پیدا کردن. دقیقاً جایی که شاهدها گفته بودن، درست در نزدیکی ساحل که عمدن غرق شده بود. پاسخ دولت آرژانتین هم جالب بوده. اونها زیردریایی نیستن، اونها صخره هستن. منم فکر کنم صبح جمعه پا شدم دیدم بنزین گرون شده. حتی نظر دومی هم محققان فرانسوی ارائه دادن و همینطور یک شخص ایتالیایی که نه تنها جزء نازی‌ها بود بلکه شاهدی بود که دقیقاً دیده بود که هیتلر رو حمل می‌کردن. مغز متفکر فرار هیتلر، مارتین بورمن، نزدیکترین مشاور اون در وزیر حزب نازی در طول جنگ بود. در حالی که آلمانی‌ها برای پیروزی داشتن تلاش می‌کردن، بورمن برای شکست هم برنامه‌ریزی کرده بود. در آگوست 1944 آلمان سقوط کرد و اون عملیات ایگل فلایت رو شروع کرد. نقشه این بود که ثروت نازی‌ها به خارج از آلمان انتقال پیدا کنه. بورمن بیشتر از 750 شرکت رو در 15 کشور مختلف ابداع کرد. از بانک‌های سوئیس گرفته تا جایی به اسم بونوس آیریس در مادرید اسپانیا. همه کلکسیون‌ها تیکه تیکه از طریق اسپانیا قاچاق شدند و خیلی از این طلاها و پول‌ها تبدیل به اسنادی به اسم بیرابانس شدند. این اسناد مثل پول نقد میمونن اما به هیچ وجه قابل شناسایی و ردیابی نیستن. این اسناد میتونن $50 یا $50 میلیون قیمت داشته باشن. نه اسمی، نه نوشته‌ای و نه سابقه‌ای که بشه ردیابیشون کرد در این اسناد وجود نداره و طبق قوانین بین‌المللی نمیشه این پول‌ها رو توقیف کرد و کسایی که دارای این نوع دارایی هستن رو هم نمیشه مورد بازرسی قرار داد. یکی از موارد دیگه هم مثل پول‌های واتیکان، بانک واتیکان به هیچ کس جوابی نمیده و جالبه که اون دوره واتیکان هم به نازی‌ها کمک کرده بودن. آلویز هودال اسناد و مدارک و حتی گذرنامه‌هایی رو برای نازی‌های عالی رتبه ارائه کرد و زمانی که حتی واتیکان نتونست بهشون کمک کنه، صلیب سرخ این کار انجام داد. اگه یونیسف هم بیان بگن داره موشک میزنه، من تعجب نمی‌کنم. نازی‌ها بیشتر از یک پناهگاه ساخته بودن. آرژانتین به نظر جای مناسبی می اومد. مرحله بعدی فرار مارتین بورمن عملیات سرزمین آتش بود که یک بهشت مخفی در پاتاگونیای آرژانتین رو درست کرده بود. اون منطقه عالی بود، کاملا وسیع، زیبا و از قبل جمعیت زیادی از آلمانی‌ها رو در خودش جای داده بود. اون موقع رئیس جمهور آرژانتین دستور داد که کشتی‌ها و کامیون‌هایی که در شب حرکت می‌کردن رو نادیده بگیرن. هواداران محلی نازی‌ها در موقعیت‌های کلیدی به بورمن کمک می‌کردند تا شبکه از املاک امن رو ایجاد کنه که هر کدوم دارای ویژگی‌های خاصی بودن، مثل دوردست بودن اونها، داشتن پناهگاه و امکانات پزشکی خاص در مورد بیماری پارکینسون. و همه سعی می‌کردن اونها رو پنهان کنن چون جنگ ادامه داشت و اون به ندرت در مکان‌های عمومی دیده می‌شد و بیشتر عکس‌ها نشون میداد که دست چپش می‌لرزیده. سازمان اطلاعات نظامی آمریکا متوجه شد که اتفاقاتی داره میفته. اونها کشتی‌هایی رو پیدا کردن که از اسپانیا خارج میشه. اونها متوجه شدن که دانشمندای آلمانی از اروپا غیب میشن و سر از آمریکا در میارن، اما اونها عملیات اصلی رو از دست دادن. این عملیات نازی‌ها فقط یک طرح تخلیه نبود و همینطور فقط برای نجات دادن و ثروت نازی‌ها هم نبود، بلکه در مورد ساخت زیرساخت‌های شبکه‌ای از امکانات امن بود که توسط حامیان وفادار مدیریت میشد. این سیستم برای محافظت از یک شخص مهم ساخته شده بود، یک شخص خاص، شخصی که نیاز به مراقبت‌های پزشکی مداوم داشت. و بعدش سازمان اطلاعات آمریکا پیامی رو از آرژانتین ردیابی کرد و پیام اونها فقط 3 کلمه بود: اون بسته رسیده. و احساس میکنم که تا اینجا کافی ویدیومو طولانی نشه زیاد. پارت بعدیشو براتون حتما درست میکنم. امیدوارم لذت برده باشید. حتما کامنت بذارید، حمایت کنید، دمتون گرم و تا یه ویدیو دیگه، یارن مستر سکرت هر کجا که باشند در